در آمریکا از هر 4 زن 1 نفر خشونت خانگی رو تجربه می‌کنه. در هر سال 100,000 روز تخت بیمارستان به سبب خشونت خانگی اشغال میشه. 40,000 ویزیت اورژانس در سال به خشونت خانگی اختصاص داره. و این در حالیه که تنها 1/4 موارد خشونت علیه زنان گزارش میشه. 70% حملات جنسی که توسط زنان بالغ و در سنین دانشگاهی گزارش شده رو تجاوز به عنف تشکیل میده و 38% این زنان دختران بین 14 تا 17 سالن. 66% زنان آمریکایی قربانی حملات جنسی زیر 24 سال و 11% زیر 11 سالن. خشونت علیه زنان، معضلی اجتماعی که گفته میشه مسئله همه جوامع، اما متفاوت و با درجات مختلف. اما آیا خشونت علیه زنان با سطح رفاه اجتماعی، آزادی‌های فردی و مدنی و توسعه یافتگی رابطه‌ای دارد؟ دفتر بهداشت زنان دپارتمان بهداشت آمریکا در بخش خشونت علیه زنان آورده خشونت علیه زنان در تمامی قشرها، سنین و هر مکانی اعمال میشه، حتی در محل کار، خیابان و یا خانه. این دفتر طبقه بندی شگفت‌انگیز و متنوعی از مصادیق خشونت علیه زنان ارائه کرد. خشونت دوره دوستیابی، خشونت خانگی، خشونت همباش یا شریک جنسی، سوء استفاده یا حمله جنسی، سوء رفتار روانی، خشونت علیه زنان در محیط کار، خشونت علیه زنان مهاجر یا پناهنده، خشونت علیه زنان معلول و قاچاق انسان. حالا بیایم برخی از انواع این خشونت ها رو بررسی کنیم. خشونت دوره دوستیابی. دیتینگ دوره دوستیابی بین دو جنس مخالفه که طیفی از روابط و از دوستی، گذاشتن قرار ملاقات و حضور در اجتماع به صورت زوج تا برقراری روابط صمیمیتر و حتی روابط جنسی در بر می‌آورد. میدان اعمال خشونت در این دوره گسترده است، در حالی که تأثیرات اون در دوران نوجوانی و جوانی عمیق و ماندگاره. با این اوصاف اما 72% دانش آموزان دبیرستانی آمریکایی به دوستیابی مشغولند. 35 تا 50% دختران دبیرستانی آمریکایی گزارش دادن که درگیر خشونت دوران دوستیابی بودند. از هر 4 دختر دبیرستانی در آمریکا، یکی توسط شریک خودش مورد سوء استفاده جنسی یا فیزیکی قرار می‌گیره. تخمین زده شده که بین 20 تا 52% زوجها در سنین دبیرستان و دانشگاه درگیر سوء استفاده فیزیکی و جنسی هستند. این در حالیه که تنها 33% از نوجوانان راجع به مورد سوء استفاده واقع شدن در روابط دوستیابی به دیگران چیزی میگن. نوع دیگری از خشونت که فراگیری بالایی هم داره، خشونت خانگی، خشونت همباش یا شریک جنسی. خشونت خانگی آسیب روانی یا فیزیکی فردی توسط فرد دیگه در یک رابطه است که بیشترین سهم در بین اقسام خشونت علیه زنان به خودش اختصاص داره. شوهر پیشین، دوست پسر یا همون همباش یا دوست پسر پیشین اعمال کنندگان اصلی خشونت علیه زنان. اما باید بدونید که شوهران کمترین سهم خشونت خانگی رو دارن. در آمریکا تعداد زوجهای همباش، یعنی زوجی که با هم زندگی میکنن اما ازدواج نکردن، در سال 1960 کمتر از 500,000 بوده، اما این عدد در سال 2010 به حدود 8 میلیون زوج رسیده. در آمریکا دختران و زنان جوان بین 18 تا 24 سال بالاترین نرخ تجربه خشونت توسط همباش یا شریک جنسی رو دارند. عجیب این که 60% تجاوز جنسی به زنان جوان آمریکایی در خونه خودشون، دوستان یا بستگانشون رخ میده، نه در کوچه‌های تاریک. 68% زنان جوان آمریکایی که مورد تجاوز واقع شدن متجاوز رو میشناسن، دوست پسر یا دوست اجتماعی و حتی آشنایانشون. هر 9 ثانیه در آمریکا یک زن توسط شریک فعلی یا پیشین خودش مورد آسیب فیزیکی قرار میگیره. و کار در همینجا باقی نمیمونه و هر ساله 16,800 مورد قتل در اثر خشونت توسط همباش یا شریک جنسی. یکی دیگر از اقسام خشونت علیه زنان سوء رفتار یا حمله جنسی. هر 12 ثانیه یک زن مورد سوء استفاده قرار میگیره. در هر 2 دقیقه 1 نفر در آمریکا مورد حمله جنسی قرار میگیره. از هر 6 زن آمریکایی 1 زن مورد حمله جنسی واقع میشه.
و این آمار در حالیه که 54% حملات جنسی به پلیس گزارش نمیشه. 80% قربانیان حملات جنسی در آمریکا زیر 30 و 44% زیر 18 سال. قابل باور نیست. اما 80% قربانیان توسط آشنایان خودشون مورد حمله جنسی قرار گرفت. متاسفانه احتمال اینکه زنان در سن دانشگاهی مورد تجاوز قرار میگیرند 4 برابر بیشتر از سایر سنین. با همه این اوصاف 97% متجاوزین به عنف یک روز هم به زندان نمیرن. برای نمونه در سال 2009 1,300,000 زن در آمریکا مورد تجاوز یا حمله جنسی قرار گرفتند. جمعیتی در حدود کل زنان کشور لیتوانی. و در نهایت آشکارترین نوع خشونت علیه زنان قاچاق انسان یا قاچاق جنسی، بردهداری مدرن. برده‌های جنسی تحت اجبار، تهدید یا فریب دست به فعالیت‌های جنسی تجاری می‌زنند. در آمریکا از هر 3 نفر که از خانه فرار می‌کنند، 1 نفر ظرف مدت 48 ساعت جذب باندهای فساد و فحشا میشه. کودکان و نوجوانان زیر 18 سال به طور متوسط 15 بار در روز تنفروشی می‌کنند. در تجارت جنسی طول دوره تنفروشی زنان به طور متوسط 7 ساله. 4680 بار اعمال تجاوز یا حمله جنسی برای هر نوجوان در هر سال صورت میگیره. طبق آمار متوسط سن ورود دختران به فحشا 13 ساله. اما ریشه فساد و فحشا در کجا؟ 95% زنان عضو باندهای فساد و فحشا در کودکی مورد سوء استفاده قرار گرفتند. افزایش معضلات اجتماعی در حوزه خشونت علیه زنان در چند دهه گذشته وضعیت بحرانی رو برای جامعه آمریکا رقم زده و کنگره و دولت آمریکا رو برون داشته تا با قانونگذاری و اقدامات دولتی سعی در کنترل اون داشته باشند. لوایح متعددی از سال 1984 تا حالا توسط کنگره آمریکا در خصوص مقابله با خشونت علیه زنان تصویب شد. لایحه خدمات پیشگیری از خشونت علیه خانواده در سال 1984، لایحه خشونت علیه زنان در سال 1994 که این لایحه در سالهای 2000، 2005 و 2013 تمدید شده و تأسیس دفتر خشونت علیه زنان در دپارتمان دادگستری آمریکا در سال 1995. اقدامات دولت آمریکا بر اساس لایحه خشونت علیه زنان بوده. اما سوال اینجاست که آیا ایجاد نهادهای دولتی و غیر دولتی متعدد و اقدامات انجام شده تونسته موج خشونت علیه زنان رو کاهش بده؟ NNEDV، سازمان فعال در خصوص کاهش خشونت علیه زنان، گزارش میده که خشونت خانگی از سال 2010 تا 2012 40% افزایش داشته. اما شاید بپرسید چرا موضوع خشونت علیه زنان رو در آمریکا بررسی کردیم؟ به این دلیل که بسیاری از مردم دنیا جامعه آمریکا رو به عنوان پیشرفته ترین کشور جهان و یک جامعه آرمانی میدونن و دیگه اینکه آمریکا به خاطر فعالیت سازمان‌های تحقیقاتی متعدد آمارهای دقیقی در عمده حوزه‌های اجتماعی در دست دارند. اما این سوال پیش میاد که چرا در آرمان شهر ترسیم شده که قوانین به اصطلاح محدود کننده برای زنان وجود نداره و آزادی و برابری حقوق زنان تضمین شده، چرا شاهد این آمارها عرام است؟ تعدد سازمان‌ها و نهادهای فعال در حوزه مقابله با خشونت علیه زنان در آمریکا در کنار وضعیت موجود نشون دهنده چی؟ و در نهایت اینکه هنجارها و ساختار نظام اجتماعی، آزادی و بی‌بندوباری اخلاقی چه نقشی در گستردگی میدان اعمال خشونت علیه زنان